من اگر الان بیمه عمر پرداخت بکنم بر اساس تورمی که در سالهای آینده پیش بیاد پولم بی ارزش میشه. پس برای چی پولی که الان با ارزش رو باید پرداخت بکنم و در سالهای پایانی عمرم یک پول بی ارزش بر اساس تورمی که همیشه هست دریافت بکنم؟ چه توضیحی هستش؟ ببینین، ما بیمه رو میخریم به قصد اینی که در مسیر و مقصد 30 سالی که ما حق بیمه پرداخت میکنیم یک حامی داشته باشیم. متاسفانه مردم ما وقتی که راجع به بیمه صحبت میکنیم این ذهنیت رو دارن که ما در مسیر 30 سال هیچ سرویسی بهشون نمیدیم. درسته. فقط به این فکر میکنن که خب اگر که بعد 30 سال اومدن خب پولشون ارزشش نسبت به تورم کم شده. ما در این مسیر 30 سال هم چترمون رو باز گرفتیم رو سر مشتریامون، بیمه شده هامون و در گرما و سرما حامیشون هست.